فرود انجام شده بود. پس از گذشت چند روز محدودیت منابع انسان در مریخ بیش از پیش آزاردهنده بود. آلودگی لباس فضانوردان هنگام تحقیق میزان سلامت و تمرکز آنها را به شدت کاهش داده بود. از آنجایی که هنوز آبی در مریخ یافت نشده، نیاز به یک ماشین شستشوی لباس با کمترین حجم مصرف آب و قابلیت شستشوی لباس فضانوردان در سریع ترین زمان ممکن به شدت احساس می شد. این موضوع با مرکز تحقیقات در میان گذاشته شد. راه حل آسان بود. طی تماس تلفنی با شماره 025 310 نزدیکترین عامل فروش بلسون در سیاره مریخ به فضانوردان معرفی شد. به لکه‌ها لبخند بزن. پس از سفارش آنلاین و تحویل محصول، همه چیز رنگ دیگری به خود گرفت. دیگر به راحتی غذا خوردند، ورزش کردند و فارغ از هر گونه دغدغه به تحقیقات خود ادامه دادند. چرا که بلسون با بهره‌مندی از فناوری نانوسیلور با کمترین حجم مصرف آب و شستشوی لباسها تنها در 3 دقیقه نهایت پاکیزگی رو به ارمغان آورد و بدین گونه در مریخ نیز به لکه‌ها لبخند زد. به لکه‌ها لبخند بزن.